بسم الله الرحمن الرحیم والعصر حمد و ثنا و ستایش بر آن خدای راست که خالق آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دوستداران خوب برنامه والعصر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، باز هم در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار گرفتیم و مبحث جدیدی را میخوایم که با همکاری مهمانان عزیز تقدیم حضور نماییم. دوستان عزیز، عدالت وظیفه است، امر است از جانب الله متعال که برای تمام امت اسلامی و غیر اسلامی الله متعال امر میکنه که شما اعدلو، عدالت داشته باشین در هر کاری که هستین، در هر امری که هستین، در هر وظیفه‌ای که هستین، حتی بالای خودتان، بالای فامیلتان عدالت داشته باشین. این عدالت چی است؟ با مساوات چی فرق داره؟ میخوایم که در این برنامه این موضوع را سرش بحث بکنیم. مهمانان عزیز من در برنامه جناب مفتی صاحب مدثر صفایی و جناب مولوی صاحب نور احمد اسلمی هستند. هر دو بزرگوار میگم که بسیار خوش آمدین، صفا آوردین و ماندن باشین. سلامت باشین. از اینکه مقدمه را زیاد دراز نکنم، میخوایم که از جناب صفایی صاحب آغاز بکنیم. جناب مفتی صاحب بزرگوار، عدالت از نگاه اسلام چی معنا میده و فرقش با مساوات چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله يأمركم بالعدل. الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. خدمت شما مجری برنامه، بینندگان عزیز و تمام کارمندان تلویزیونی هازا، آیتی را که قبلا من هم تلاوت کردم دلالت میکند بر عدالت. بله. عدالت امر الله بزرگ است، یک امر قطعی است. در تمام امور زندگی فرض است بالای همه مسلمه که عدالت باید که بر پای داشته باشند، به جای بیارن و تطبیق و عملی در تمام زندگی خود بکنن. اما عدالت با مساوات هر دوش یک کلمه بسیار نزدیک است، اما متفاوت است. بله، تفاوت خدا میداره. تفاوت خدا داره. عدالت عبارت از چی است در فقه اسلامی یا از در نگاه چوکات اسلامی؟ قرار دادن هر چیز را در جایش. ایره عدالت میگه. عدالت است. بله. قرار دادن هر چیز را در جای مناسب، کم باشد یا زیاد باشد، کسی که لیاقتش داره، شایستگیش دارد و رهبریتش داره، به هر اموری است، به هر کاری است، به هر منصبی است، دادن بر هر انسانی که شایسته و لیاقت داره، این عدالت است در هر مسئله زندگی امور. یقینا. اما مساوات بر خلاف عزیز. بله. مساوات دادن همه چیز برای اشخاص، برای انسانها بدون در نظر داشت لیاقت و شایستگی. بله یقینا. لیاقتش داره یا نداره، شایستگیش داره یا نداره، لیکن برش میتی، حقش برش میتی. مثال میته برای ما که اگر یک قاضی مجرم جزا میده، عدالت است. بله. این عدالتش است، مساوات نیست. مساوات اگر می بود با دردش جرم مجازات میشد، لیکن این عدالت کرد که مجرم جزا داد، بیگناه را آزاد کرد. بله یقینا. این شد عدالت. این عدالت است. مساوات مثل یک استاد برای دانش آموزی زیرک و به دانش آموزی تنبل مساوی نمره میده. مساوات است. اما عدالت نیست. یقینا. به طور مساوی بدون در نظر داشته که لیاقتی با او چقدر تفاوت داره، به حساب دادن نمره به طور مساوی هر دو نمره میده، در حالی که یکیش زحمت کشیده، درس خوانده، لیاقت و شایستگیش داره و دیگهش نداره. این مساوات نمره داده لیکن عدالت نشده. اگر عدالت می بود باید با او متفاوت میشد. بله. این در ارتباطی عدالتی که و در بین مساواتی که ما شما هم در امور زندگی خود داریم. ما عدالت به طور ما خیلی زیاد داریم. بله یقینا.
اگر فرصت شود ما انشالله که مصالحه های خیلی زیاد داریم در ارتباط عدالت. بله. عدالتی که پیغمبر علیه السلام کرده از سیرت پیغمبر مییم به پیش. یقینا زنی از قریش از خاندان بسیار اشراف و صاحب نسب مرتکب جرم دزدی میشه، سرقت. بله. تمام مردم مکه خدمت پیغمبر خدا حاضر میشه که تو اینا معاف کو، به خاطر که از خانواده اشراف است. یک ننگ است، یک عار است که ما چطور بتونیم که یک زنی که از یک صاحب اشراف و صاحب نسب است اینا ما دست قطع کنیم. بله. این باید معاف شود. پیغمبر خدا میگه که اگر در این قضیه هم فاطمه که دختر پیغمبر خدا باشه من دست قطع میکنم. بله. اگر فاطمه هم دختر پیغمبر خدا است که اگر وان باشه من دست چیزی را باید قطع کنم. عدالت اسلامی امت اسلامی از عصر پیغمبر خدا تا به حال است ادامه داره و شروع است و روان است. عدالت حضرت عمر به همگان معلوم است. بله یقینا زبان زد است. کسی خدمت حضرت عمر میاد میگه که بچه تو مرا زده، اینا گویا که حضرت عبدالله سید میگه ترا زده، میگه آه در گجا زده، در عام مردم مرا رسوا کرد، مرا پیش مردم مثلا کمرد، گفت زدت، گفت امو مردم جمع بکو با مو چیزی که زده با مو چیزی تو هم برش زده که اگر از عمر هست لیکن تو باید عدالت بجا شود، هم قصاص شود هم عدالت بجا شود، انتقام گیری شود که مردم بر اجتماع بر قانون دلگرم باشه که حضرت عمر که خلیفه بود عدالت بر جای شد. این از زمان حضرت عمر بن عبدالعزیز هم تا حال همین تو یک قصه های را به ما در ارتباط عدالتی که در سرزمین تطبیق شد و عملی شد و مردم رفاه شد و آرام شد به ما هم تاریخ ها زیاد ثابت است. اگر عدالت برپا شود، اگر عدالت مراعات شود، اگر عدالت شعار نباشه عمل باشه، ملت راحت میشه، ملت آسایش میشه، ملت رفاه میشه، ملت ترقی میکنه، ملت از فقر خلاص میشه. هر زمانی که دولت مردانان اگر عدالت بر پای نکرد اینا ثروتمند و پولدار میشه، ملت فقیر میشه. اگر دولت مردان کسانی که در رأس است اگر عدالت را بر جای کرد صاحب دولت مردان فقیر است، ملت از فقر بیرون میشود. این تجربه در زمان خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز عملی شده. حضرت عمر بن عبدالعزیز هم خلیفه پنجم اسلام، این هم عمر ثانی میگن در ارتباط عدالتش. روز از روزها میآید به خانه هر قدری که صدا میزنه هیچ کس صدای زیر نمیگه که چی میگی و خانمش صدا میکنه که تمام اولادها به شمول دخترها یا بچه‌ها همهشون لخت و برهنس لباس ندارن، بس پیش تو برایان که بگه تو چی میگی؟ گفت چرا؟ گفت به خاطر که یک لباس داشتن شوشتن اونا تا خشک نشده کلش در اطراف خود یک کمپلک دورده که منتظر است که لباس خشک بپوشن بود به خدمت تو بیاد. سبحان الله و بحمده. این عدالت حضرت عمر بن عبدالعزیز در حالی که در همون زمان هیچ فقیر وجود نداشت. یک حدیث پیغمبر خدا میگه که در آخر زمانی میگه که مردم پول خدا زکات خدا دروازه به دروازه در میته که میگه من پول زکات دارم، که مستحق پیدا نمیشه که پول زکات بگیره. دروازه به دروازه صاحب پول میگه که پول بگی که زکاتش، میگه که ما پول زکات ندارم خودم به زکات. گفته اینمی زمان شاید زمان حضرت عمر عبدالعزیز باشه که گذشته شه یا شاید بیا، اما اکثر علما میگه که همین زمان عمر بن عبدالعزیز بود که فقیر وجود نداشت. روز دیگر میگه که تمام اهل فامیلش دهان خود بسته کرده، دهانهای خود پلاستر زده. گفت چرا؟ گفت که پیاز خوردن دهنشون بوی پیاز میته، میخواد بوی پیاز به دهان به مشامتون نرسه. دیگر چیز وجود نداشت، فقط یک نون پیاز خوردن بس. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفه بود، خودش فقیر، ملت آسایش رفت. بخیر عافیت سلامت باشین جناب مفتی صاحب بزرگوار. جناب مولوی صاحب میخوام از شما پرسان بکنم چرا عدالت از اصول اساسی در قرآن و در سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم دانسته شده؟ بسیار خوب. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. صدق الله مولانا العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خدمت کارمندای محترم تلویزیون ملی افغانستان و همچنین بینندگان برنامه والعصر. از الله متعال و همه شما موفقیت و رستگاری و کامیابی را استدعا می نمایم. الهی امین. سلامت و عافیت باشین.
بسیار سوال مهم و اساسی است که عدالت چرا یک اصل از اصول اسلام در قرآن و سیره رسول صلی الله علیه و سلم است. عدالت طوری که جناب مفتی صاحب توضیح و تشریح نمودن کلمه بسیار عظیم و مقدس است. یقینا. یعنی الله متعال امر به عدالت نموده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. پس زمانی که در چیزی که امر الهی باشه در شکی نیست که او اصل از اصول اسلام می باشه. یقینا. امر الله است و الله متعال امر به عدالت کرده و مفهوم عدالت تمام ابعاد زندگی انسان را در بر میگیره. یقینا. حتی در کهکشانه ها و سیاره ها از ذره شروع تا به عرش پروردگار جل جلاله او عدالت است. بله. اگر عدالت وجود نداشته باشه به میان نبیاید عدالت، نظامی تکوینی از بین میره. بله. ما ببینیم که الله متعال در ارتباط و طلوع آفتاب و مهتاب و نظام سیاره ها میفرماید للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. بله. برای آفتاب اجازه نیست که مهتاب درک بکنه و از وقت مقررش طلوع بکنه یا غروب بکنه، چرا که نظام از هم بر هم میخوره. بله. یک عدالتی را پروردگار جل جلاله در اونجا وضع کرده است که هر کدامش مطابق مأموریتش باید برنامه خود و مأموریت خود اجرا بکنه. و زمانی که عدالت به وجود آمد بی‌انصافی ختم میشه، ظلم از بین میره، خیانت از بین میره. عدالت یعنی زمانی که در برابر ظلم قرار بگیره به معنای انصاف است. الله متعال میگه شما انصاف بکنید. ان الله یأمر بالعدل. چی معنا؟ یعنی الله میگه شما انصاف بکنید، بی‌انصافی را از جامعه دور بسازید. یقینا. هنگامی که عدالت در برابر فسق و فجور قرار بگیره به معنای تقوا می آید. یعنی کلمه عدالت به معنای تقوا آمده. بله. اعدلوا هو اقرب للتقوا. الله متعال میگه شما عدالت بکنید، این نزدیکتر به تقوا و طهارت و پاکیزگی است. عدالت در برابرش زمانی که به اصطلاح کبر و غرور قرار بگیره به معنای تواضع و فروتنی می آید. الله اکبر. چقدر و باید که ما متواضع باشیم، فروتن باشیم. بله. نبی علیه السلام می‌فرماید که من تواضع رفعه الله. پس این صفات وقتی که صفت انصاف، صفت تقوا، صفت تواضع در هر فردی از جامعه به وجود بیاید، خصوصا در کسایی که مسئولیت پیشبرد امور امت به دوش دارند، اینا در اونا به وجود بیاید، اینا تلاش میکنن برای تحقق عدالت. و عدالت یعنی به این معنا که بذل الحق الواجبتی، ادا کردن حقی که لازم است پرداختی از او. سبحان الله. عدالت حق مردم دادن و حق خودم گرفتن، اضافه چیزی مطالبه نکردن را حق عدالت میگن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. و احسان چی میگه؟ به دنبال عدالت که اینجا آمده. به طور مثال یک انسان در سوپرمارکت میره، پول میته، یک سودا میخره. بله. 100 افغانی میته، 2 کیلو شیر به اصطلاح مطابق پیسی خود، مطابق پول خود مواد خودم میگیره. ولی زمانی که دکاندار 5 گرم یا 10 گرم یا فکر بک 100 گرم از پول از این اضافه مال بری از اون میروه، میگه برو یه صرف اینا بری تو باشه. ایره احسان. ایره احسان میگن. ایره احسان میگن. سبحان الله. عدالت امیست که او حق خدا بگیره و با حق خدا بگیره و مشتری حق خدا بگیره، اضافه از کسی به زور و به جبر مطالبه نشود. و دیگر عدالت به خاطر از این اصل از اصول شریعت اسلامی است که عدالت نام از نامه‌های پروردگار جل جلاله است. یک صفت عظیم و بزرگی الله عدل است. العدل، الله متعال ذات عدل است. هم الله متعال در گفتارش عدالت مد نظر گرفته و هم در اعمال و کردارش. یعنی هر کاری که الله متعال انجام میده به اساس عدالت انجام میده. و به این قرآن کریم اشارات داره. والله یقول الحق. الله متعال حق میگه، یعنی حق گفتن الله میشه که بر مبنای عدالت روان است. و همچنین والله یقضی بالحق. الله متعال به حق فیصله میکنه. وقتی فیصله الله به حق بوده یعنی اشاره به است که در هر فعلی که از جانب پروردگار جل جلاله یا عملی که صورت میگیره در ارتباط با مخلوقاتش در او عدالت نهفته میباشه و مد نظر گرفته شده است. سلامت و عافیت باشین جناب مولوی. چقدر زیبا تشریح کردین. حتما بیننده های عزیز هم توجه داشتن که پیرامون عدالت چه موضوعات مهم هست. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، کسایی که بیننده برنامه ما هستن،
جدا توجه بکنین، جدا این مسائل را یاد بگیرین. این آموزه های دینی ما و شما اینمی مسائل است، این لطفا یاد بگیرین. دوستان عزیز، به یک وقفه کوتاه میریم، بعد از وقفه انشالله که باز هم در خدمت قرار میگیریم. والعصر 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 والعصر. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدین. برنامه زیبای والعصر مبارک است. موضوع بسیار خوبی را پیرامون عدالت یاد آوری کردیم، پیرامونش بحث کردیم، مهمانان عزیز ما صحبت کردن. جناب صفوی صاحب، چه عوامل باعث میشه جوامع از عدالت فاصله بگیرن؟ یک موضوع، یک جزء دیگه داره، نقش رعیت در تامین عدالت در جوامع اسلامی چی است؟ خب، یکی از عوامل بی‌عدالتی در جامعه، بله، چی مثلا عوامل باعث میشه که جامعه از عدالت فاصله میگیره؟ بله. اولین نمبر به تقوایی، تقوا نباشه، بله. و ضعف ایمان است. یکی از عوامل بزرگی که عدالت از جامعه میبره، فرار میکنه و بویش هم مردم نمیشنوه، یکی به تقوایی است. بله. هر کسی در هر مسلک و در هر جایی که تقوا سرنقش باشه عدالت میکنه. یقینا. و ضعف ایمان است. ما الحمدلله در مجموع مؤمن هستیم، اقرار به ایمان خود میکنیم. هر زمانی که ما به ایمان خود پایبند بودیم، با باورهایی را که داریم که ایمان است که محکم بودیم، عدالت میاد. حق مردم خورده نمیشه، برای مردم ظلم نمیشه، حق مظلوم خورده نمیشه، ترس خدا هست، تقوا هست، ایمان قوی است. یگانه پلیس، یگانه نظام، یگانه زوری که انسانها را از بی‌عدالتی باز می‌داره تقواست و ایمان است. اگر یک پدر در حیات خود چیزی را بین بچه‌ها و دخترها تقسیم میکنه، بله، به این فکر نشوه که لذکر مثل حظ الانثیین شوه، مساوات است. لذکر مثل حظ الانثیین بعد از مرگ است، مال متروک است. بله. یک دختر، یک بچه حق دو دختر بگیره، یک دختر نصف حق یک دختر بچه را بگیره. اگر در حیات خود این کار انجام میده، عدالت شوه، باید که مطلق بین بچه و دختر این تفاوت نشه، مساوات تقسیم شوه و عدالت جریه. عدالت یک شوهر برای خانم‌های متعدد 2 3 و 4 بله. یا عدالت است. حتی که حدیث پیغمبر خدا میگه که اگر یک کسی که یک خانم یا 2 خانم داره، اگر این عدالت نمیکنه، در روز قیامت یک بدنش فلج است، یک طرف بدنش فلج است. سبحان الله. استاد در وقتی به ما میگفت که گپ شمشیر 2 سر است. یک کسی که گپ میگه از طرف حضرت دین میگه، حق میگه، در گفتارش عدالت بر جا میکنه، طرف نیست، طرف قرار نمیده، به مانند شمشیر 2 سر است. حتما یک طرف میزنه، حتما یک طرف میخوره. وقتی ما که از این مرجعی که میگیم عدالت، هر کسی که به عدالتی بکنه، در هر نظامی باشد، در هر پوستی باشد، در هر سلطنتی باشد، مجازات چمی است که انسان در روز قیامت از جمله انسان‌های خائنین حشر میشه. حدیث پیغمبر اگر عدالت را تامین نشود، حدیث پیغمبر خدا میگه که در روز قیامت بر انسان‌های خائنین یک لیوا محکم میشد از عقب پیش سرش، با تمام میدان محشر نشان داده میشه که این خائنین دنیاست، یعنی عدالت نکرده. و این میگه که من رفتن به طرف دوزخ به من خیلی آسان است، لیکن رسوای آخرت نشوم. مرا دار نتن، لیکن هر عذاب یک میشه قبول دارم، لیکن در ارتباطی رسوایی روز آخرت سریزی بسیار سخت تمام میشه از بی‌عدالتیش. خیانت کرد، عدالت نکرد. دیگر مسئله ای که عدالت از جامعه فاصله میگیره، فساد اداری و فساد مالی است. وقتی که فساد اداری، فساد مالی که در جامعه که ترویج پیدا کرد، عدالت اساس فاصله میگیره. رشوت، پارتبازی، دزدی از بیت المال و دیگر آنچه که دوج حق عام مردم است که اختلاس صورت گرفت، عدالت نیست. بله. عدالت با دزدی، با اختلاس، با بیت المال یک دو شی متضاد است که در یک کاسه واحد جمع نمیشه. یکش بود دیگهش نیست، دیگهش بود دیگهش نیست. بله، یقینا. این هم یکی از جمله مثلا عوامل است که عدالت فاصله میگیره. نمبر دیگر تبعیض، نابرابری های اجتماعی. ما با چشم سرم دیدم، با گوشم شنیدم، فلانی میخره، ما چرا نخرم؟ بله. تبعیض، او میخره، او گرفته، خب من باید مطابق از او بگیریم. حتی من چه خورده، اختلاس کرده، رشوت خورده، ظلم کرده، مال غیر خورده، بی‌عدالتی. من باید این کارو بکنم. من چرا نکنم؟
او خدا جور کرد و خدا پر کرد. من مسائل هستن که مثلا متقی هستم عدالت بکنم، عدالت در کجا بود بلا همه این کارم بکنم. مسئله دیگرش ضعف دستگاه های قضا، دستگاه های قضایی و عدلی ضعف بودنش سبب بی‌عدالتی است. هر زمانی که دستگاه های عدلی و قضایی که با اراده قاطعانه حرکت کرد، عدالت تامین است. اگر نکرد عدالت از بین میره، فسق و فساد به وجود میاد. مسئله دیگری که شما گفتین که مردم چی مسئولیت داره در مقابل بی‌عدالتی؟ نقش رعیت در مقابل بی‌عدالتی، نقش رعیت بلند کردن صداست، نه سکوت. بله. باید که رعیت در مقابل ظلم، در مقابل بی‌عدالتی خاموش نباشه. اگر چیزی از دست میتن، چیزی رو بگیرن. بله. اگر در مقابل البته صدایی که مصالحت آمیز باشن، نه خشونت‌بار، صدایی که حق طلب باشن، نه جنگ، نه خشونت، نه ویران کردن، نه خرابی، به یک آن مصالحت آمیز حق خدا عدالتا طلب بکنه. این وظیفه ملت در مقابل بی‌عدالتی است. سلامت باشید. باید که بخیزن، خاموش نباشن، از حق خدا در چوکات شرعی بدون کدام خشونت و بدون کدام تبعیض حق خود طلب بکنن. این مسئولیت رعیت در مقابل بی‌عدالتی است. بخیر سلامت باشین جناب مفتی صاحب. جناب مولوی صاحب، یک جامعه اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی به چه اصول نیاز داره؟ کدام اصول را باید که پیروی بکنن که به عدالت های اجتماعی برسن؟ یکی از اصولی که باعث و یا سبب عظیم میگرده که در یک جامعه عدالت به وجود بیاید و تطبیق قانون علی السویه. بله. که اول وجود قانون و بعد از تطبیق قانون بالای همه اقشار جامعه و طوری مساوی، طوری یکسان. و طوری مثال یک کسی مرتکب جرم میشه، قانون همیست که باید او مجازات شود و در این مجازات از رعیت شروع تا مسئول، تا غنی، تا فقیر، تا همه و همه باید که شامل شود. بله. نه اینکه اشراف معاف شوند و قانون بالای طبقه غریب و بیچاره و بیواسطه و بیوسیله تطبیق شود. بله. طوری که حاج مولوی به حدیثی را قبلا بیان کردن که زنی از اشراف قریش مرتکب سرقت شد. سبحان الله. باز اسامه بن زید کسی بود که با پیغمبر اسلام رفت آمد داشت. بله. مردم جمع شدن گفتن که وقتی که قانون بالای از این تطبیق شود، این خو برای ما کلان عار و ننگ و شرم است. بله یقینا. بین وساطت خواهی شود، سفارش شود که قانون بالای از این تطبیق معاف شود، نباید بالای از این قانون تطبیق شود. و این پیام به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. نبی علیه السلام فرمودند که قسم است به الله، فاطمه بنت محمد لو سرقت لقطعت یدها. اگر فاطمه دختر محمد مرتکب سرقت شود، ما دست از این قطع میکنم. تطبیق قانون به طور مساویانه بالای هم اقشار جامعه و دایی نباید که به اصطلاح استثناءاتی وجود داشته باشه به اساس وجاهت و رویداری و سفارش و پول و پیسه و گپا. وقتی قانون تطبیق شد به طور مساویانه، عدالت به وجود میاد. و دیگر عدالت اجتماعی زمانی به وجود میآید که در اصول و مقرراتی که وجود داره هر فرد جامعه، هر فرد جامعه، هر کس کی باشه، اگر تجار است، اگر کارمندی دولت است، اگر مردمی عادی است، اگر معلم است، اگر محصل است، اگر مرد است، زن است، در او اصول و قانون و مقررات رشدی خدا احساس کنه و ببینه. بله یقینا. این عدالت اجتماعی دیگر اصل از اصولی است که عدالت اجتماعی به وجود میآید. و همچنین دیگر حفظ کرامت انسانی است. الله متعال میگه ولقد کرمنا بنی آدم. ما فرق بین زن و مرد نباید داشته باشیم. بله. کرامت انسانی را الله متعال برای هر دو نصیب کرده است. ولقد کرمنا بنی آدم. ما کرامت دادیم برای اولاد آدم علیه السلام. یعنی به اساس مرد بودن و به اساس زن بودن ما برتری خواهی نکنیم. این خلاف عدالت است. بلکه همشون قابل احترام است. همشون قابل احترام است. همشون از حقوق پروردگار جل جلاله براشان عطا کرده است
چی حق حیات است، چی حق تعبد و عبادت و بندگی است و چی حق تعلیم و تحصیل است و همچنین حق هر آنچه که در زندگی نیاز داره که الله متعال از آدرس مشروع برای از او اجازه داده، اینا میتونن که به طور مساویانه به او دست یابی پیدا کنن و کس مانع کس شدن نمیتونه. در این راستا احترام گذاشتن به همه حقوق و احترام گذاشتن به حفظ کرامت انسانی یک اصل از اصولی است که عدالت اجتماعی به وجود میاد و معیار افضلیت و برتریت پروردگار جل جلاله در رجلیت و انوثیت نگذاشته است، بلکه این اکرمکم عند الله اتقاکم، فقط تقوا است که فقط تقوا است معیار برتری است. و اینجا وقتی که ما میبینیم الله متعال به طور مساویانه حق برای زن و مرد داده است، حق حیات داده یا حق انتخاب دین داده. یک زن میتونه که پروردگار خدا به وجه احسن عبادت و بندگی بکنه، حقش است. یک مردم میتونه که پروردگار خدا به وجه احسن عبادت و بندگی بکنه، حقش است. این عدالت است که از طرف الله متعال برای از داده شده است و این عدالت مد نظر گرفتن، حق زیر مد نظر گرفتن و او طرف که الله متعال باز مجازات و مکافات میکنه به اساس سعی و تلاش و لیاقت هر فرد است. مثلا یک زن است در راستای عبادت و بندگیش به پروردگار جل جلاله تلاشش نسبت به مرد بیشتر است. بله یقینا. و اینجاست که الله متعال والله یقضی بالحق، الله به حق فیصله میکنه. فیصله الله میسته که پس مقام و جایگاه این زن بالاخره کس نسبت به اون مردی که اعمال نیکش کمتر است بالاتر است. و اینجا ما نمیتونیم فیصله بکنیم نه به اساس زن بودنش ای به اصطلاح در اینجا مقام پایین نسبت به مرد داره. و یک آیه مبارکه که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله او در دیگر بخش است. قوامت یا امو مسلطیت مردها بر بالای زنها در اموری هست که مسئله بالاخره امو مسکن و ملبس و ایگپاره به دوش داره، نه به اساس از اینکه این بهتر و برتر باشه پیش الله. میشه تقوای خانم یک ذره بالاتر باشه. بله تقوای خانم بالاتر باشه پیش الله، او محترم است. یعنی تقوا و طهارت یک اصل از اصولی هست که بالاخره عدالت اجتماعی به وجود میاره. و همچنین پروردگار جل جلاله در دیگر جای قرآن کریم در ارتباط به حفظ عدالت اسره و فامیل میفرماید که و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلها و حکما من اهله و حکما من اهلها. زمانی که مشکلاتی در میان زن و شوهر بروز میکنه، پس یک حکم از طرف شوهر، یک حکم از طرف به اصطلاح زن انتخاب شود. انتخاب نمودن حکم از طرف زن و حکم از طرف مرد اردوش علی الساویه، این دلالت به حفظ به اصطلاح عدالت میکنه که یعنی اینجا زن به عنوان از اینکه بنده الله است و به عنوان از اینکه طرف قضیه و طرف خصم است، یک حکم مستقل از طرف ازی تعیین شد. با در این صورت الله متعال میگه که اگر اینا اراده صلح و مصالحه را داشته باشن یوفق الله بینهما، الله متعال در میانشان یعنی صلح به وجود میاره. و یک چیزی که من اشاره بکنم که متاسفانه که در جامعه ما این مشکل بسیار زیاد است، یقینا که یعنی این سبب از اینه که اصلا عدالت از بین میره، هیچ عدالت نیست و برعکس از یک کار شو عدالت به وجود میآید. اعطای حقوق خانم ها. بله روزی از روزها من در مسجد نشسته بودم، یکی از مقتدیای ما آمد پرسان کرد، گفت که مولوی صاحب ما یک خانه داریم 27 لک افغانی را ما به فروش رساندیم و اینو چطور ما در میان خود تقسیم بکنیم. ما مطابق اصول میراث براش گفتم که اول مسئله تکفین و تجهیز میت باید مد نظر گرفته شه، بعد از او چقدر قرضاری که از قرضاش و بعد از اون وصیتی از اینکه در ثلث مال نافذ میشه و بالاخره باز ورثه مشخص شه که چقدر وارث داره. وارثتان مشخص شه، پول در میانتان تقسیم میشه مطابق حقش. گفت که ما خود 3 وارث هستیم، 3 برادر هستیم، دیگه کسی نیست وارثین. ما گفتم خب بسیار آسان است، 27 لک تقسیم 3 بکنیم برین جور بکنیم. رفت وقتی دورتر رفت صدایش کردن، گفتم واجد مثلا اینجا بیا، خواهر ندارین؟ گفت که خواهر داریم. ما گفتم اونا وارث نیست؟ گفت نه. واجد محترم بله این خو حق مسلمی از اوست که قرآن برای ازی داده نیست. چی تو شما از این کار میکنین و ایره برای ازی نمیتین؟ گفت والا تا فعلا در میان ما یک ترویج پیدا نکرده گیسه. اینال حاضر اعطای حق به حقدار،
یک اصل از اصولی است که عدالت به وجود بیاد. وقتی که ما از حق کسی که منکر شویم صراحتا دیگه عدالت به کجا به وجود میاد. بخیر سلامت باشین جناب مولوی صاحب، زنده باشین. حتما بیننده های عزیز ما توجه داشتن که چقدر زیبا موضوع عدالت را هر دو مهمان عزیز ما برای ما و شما امروز موشگافی کردن و ایره باید که حتما ما شما یاد بگیریم و در زندگی خود ایره عملی بسازیم. دوستان عزیز به وقفه کوتاه میریم، بعد از وقفه ان شاء الله که باز هم در خدمت قرار میگیریم. والعصر 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 والعصر. دوستان عزیز باز هم خوش آمدین. برنامه زیبای والعصر است. تشکر میکنم که تا هنوز بیننده برنامه هستین و تشکر میکنم از مهمانان عزیزم که تا هنوز با حوصله‌مندی بحث پیش میبرند. جناب محترم صفایی صاحب، میخوایم از شما پرسان بکنم که ویژگی های یک شخص یا رهبر عادل از نگاه اسلام چی است؟ خدمت شما و بینندگان عزیز، ویژگی های یک شخص یا یک رهبر عادل، بله، این چند ویژگی ها داره که انشالله ما اون هم نمبروار برشان یادآوری میکنیم. در خدمت هستیم. در قدم نخست ایمان و تقوایش است. بله. یک شخص ایمان و تقوایش که عالی بود، بازو میتونه که عادل هم باشه، عدالتی خوبم پیش ببره و پیش داشته باشه. بله. ما این هم مثال میتیم در عصر امروز هم اگر مثال بتیم در عصر تابعین، صحابه، تبع تابعین هم ما مثال داده میتونیم. خویشاوندان حضرت عثمان غنی میه پیش حضرت عثمان که ما فقیر هستیم. بله. ما فقیر هستیم، از بیت المال چیزی برای ما بده، ما نادار هستیم. حضرت عثمان غنی برای امی خویشاوندان خود یک سنگی که در آتش داغ است برش میگه تو اینه بگی ما باید بر تو از بیت المال چیزی میتم. وقتی که نمیگیره یه میهان واحد میاندازه که ما سوختم. خوب شد گفتی. این آتیش هست که این بنده ها داغ کرده و ساخته، تو از این میترسی و میاندازی. دست سوخت. دست سوخت انداختیش. بله. از او آتش که خدا آماده ساخته که در روز قیامت از تو من نترسم. من مسئولیت جوابگو در مقابل پروردگار از بیت المال هستم. بله. من مسئول بیت المال هستم. مسئول داشتن و نداشتن تو نیستم، تو داری یا نداری. سبحان الله، چقدر عالی. من مسئول هستم که از بیت المال حفاظت کنم، در مقابل پروردگار پاسخگو باشم. اما مسئول فقرتونی من نیستم. بله. به هیچ وجه من بدون کدام دلیل من از بیت المال بر تو سهم دادن میتونم. یک شخص بود. بله. رهبرم بود. در حالی که شخصم بود، رهبرم بود و چی عدالتی کرد؟ عدالتی هم کرده بود که از جمله خلیفه مثلا سوم مسلمان ها به حساب میشد. در قدم نخست این تقوایش بود. تقوایش مانع شد که عدالت کنه. بله. هر کسی که پیش آمد بدون کدام لحاظی که خویشاوندی است و قرابت است، اما آن معیاری که برش تقوایش بود علاوه بر اون معیار امور اجرا قرار کرد. داد. دیگه مسئله ای که در ارتباط ویژگی های عدالت یک شخص یا رهبر، عدالت محوری بدون فرق. عدالت محور داشتنی که فرق در بین اشخاص نباشد، تبعیض در بین نباشد. کی خیشم است، کی قوم است، کی هم لسانم است، کی هرگز به این تبعیض نباشد. عدالت بکنه. امی شخص دانش داشته باشه که بتونه عدالت چی است، آگاهی کامل داشته باشد که از بی‌عدالتی دور داشته باشد، از تبعیض داشته باشد. و نمبر 4 شجاعت. یک رهبر باید شجاع باشه، قاطع باشه. در مقابل حق به هیچ کس باید تن نده و حق باید به حقدار برساند. و قاطعانه عمل بکند. قاطعانه عمل بکند. از هیچ زوری باید چشم نزنه که سبب بی‌عدالتی شود. شجاعتش است. مشوره پذیری. باید که یک شخص یا یک رهبری که خدا عادل میگه باید مشوره پذیر باشد. از تمام اتباع، از تمام نخبگان نظر بگیره، رای بگیره، آنچه که به نفع به خیر فلاح و صلاح یک ملت است عملی شود. تواضع و ساده زندگی. و که تواضع داشته شد و که زندگی ساده داشته باشد. زندگی بسیار مجلل و زندگی بسیار فیشن و بالا نی. مثل حضرت عمر رهبر بود، تواضع هم داشت، به سر بوریا خواب میکرد، رهبریت جهان نداشت. امپراتورها را شکست داد در حالی که یک زندگی بسیار معمولی و ساده. یک زندگی بسیار ساده و معمولی. زنی میاد پیش سرزمین مدینه عمر میپاله
که حضرت عمر گذاشت کسی برش میگه که تو برو زیر یک درخت آمده مثلا 6 زیر یک سایه است او میره که وضعیت میبینه میگم می باور میکنی عمر باشه زیر یک سایه درخت یک برو یک زیر پاش هفته دیگه بود می یک پادشاه یک رهبر یک خلیفه به این شکل زندگی و زندگی ساده داشت. این یکی از ویژگی ها یک شخص یک رهبر است. سلامت عافیت باشین جناب مفتی صاحب. جناب مولوی صاحب، نقش صداقت، امانتداری و درستکاری در ایجاد عدالت اجتماعی چی است؟ کوتاه بفرمایید. در شکی وجود نداره که سه چیزی که شما فرمودین، یکی امانت، صداقت و راستکاری در ایجاد عدالت اجتماعی نقشی بسیار مهم و مفید و مثمری می داشته باشه. بله. ما ببینیم که الله متعال در قرآن کریم قبل از اینکه به عدالت دستور بده اول امر به امانت داری میکنه. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. سبحان الله. نمونه از این را چون که وقت کوتاه است مختصر بیان بکنیم که پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این سه صفت در میان قریش مشهور بود. یکی امانتدار بود، بله. دوم راست کار بود، بله. و دیگر صداقت. بله. صداقت در نبی علیه السلام موجود. زمانی که مردم قریش بیت الله را جور کردن، اختلاف در میانشان به وجود آمد در گذاشتن سنگ حجر الاسود. بله. وقتی که اختلاف از یا دوام کرد تا 3-4 روز، بالاخره جنجال و منازعهشان بزرگ شد. شخصی به نام امیه بن مغیره گفت که شما در میان خود یک حکم تعیین بکنید در ارتباط به گذاشتن سنگ حجر الاسود در جای خود. بله. باز فیصله به می شد که هر کسی که اول به بیت الله آمد اونمو حکم ما باید باشه. بله. او فیصله بکنه که کی باید سنگ حجر الاسود در جای خود بگذاره. دمی لحظه بود که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم تشریف آورد. این زمان است که هنوز به پیامبری مبعوث نشدند. نه خیر. قبل از بعثت اتفاقی نبی علیه السلام تشریف آوردن و گفتن که بس اینمی فیصله بکنن. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اساس از اینکه امین بود، صداقت کار بود و راستکار بود. سبحان الله. به اساس از این نبی علیه السلام حکم در میان خود تعیین کردن و نبی علیه السلام چادر بزرگی را هموار کردن، بالاخره حجر الاسود را گذاشتن، سنگ حجر الاسود. هر کدام از این گفتن که از اطراف از این بگیرین که ما را در جای خود بگذاریم. که عدالت به وجود آمد. اختلافات و منازعه و خصومت ها از میان برچیده شد و ختم شد و رفت. یعنی زمانی که امانت بود، امانت، صداقت و راستکاری، انسان مسئول وادار به این میشد که عدالت بکنه. بله. عدالت که به وجود آمد بالاخره بسیار از فواید دیگری به وجود میاد. یکی از این محبت در میان اقشار جامعه به وجود میاد. بله. سبحان الله. دوم از این که دوام ملک و عدم زواله، حکومت، پادشاهی و نظام دوام پیدا میکنه و زوال به این روبرو نمیشه. بله. زمانی که در شخص در همه ما مسئول هستیم، هر کس در مستوای خود مسئول است. بله. هر کس خودم مسئول فکر بکنه و مسئولانه گام برداره و عدالت مد نظر بگیره. قبل از اینکه عدالت در جامعه تطبیق شود، الله متعال از این انسان عادل راضی می شود قبل از اینکه مخلوق راضی شود. الله متعال و زمانی که راضی شد محبتی عزیز در میان مخلوقات به وجود میگذاره. پس امانتداری و صداقت این نقش مهمی خود در راستای به وجود آوردن عدالت می داشته باشه. بخیر عافیت باشین جناب مولوی صاحب. بسیار زیاد تشکر. جناب مفتی صاحب، یک پیام کوتاه داشته باشین برای هموطنان عزیز، برای بیننده‌های محترم، یک پیام کوتاه داشته باشین. پیام کوتاه ما است که دین ما بسیار زیباست. بله. دین ما بسیار شیرین است. هر کسی که به دین پایبند و عمل بکند خودش زیباست و خودش شیرین می باشد. جناب مولوی صاحب شما. پیام ما هم است که ما در تمام ابعاد زندگی خود به عدالت مأمور هستیم، چی در گفتار خود و چی در کردار خود عدالت مد نظر بگیریم و از بی‌عدالتی اجتناب کنیم. بخیر، سلامت عافیت باشین جناب مولوی صاحب اسلمی و تشکر میکنم از جناب مفتی صاحب صفایی و تشکر میکنم از بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی افغانستان که تا هنوز با ما هستند. دوستان عزیز، تا بحث دیگه و هفته آینده خداوند یار و یاور همه ما و شما باد. الهی به سلامت باشید.